ما یه روزی میگفتیم ارتباطات مساویس با توسعه. به نظر من در ایران باید گفت توسعه مساویس با یادگیری. این چیزی که شما به عنوان انتقاد تجربه دارید میگید، توسعه ضرورت نداره با چیزهای بزرگ شروع شه، با چیزهای کوچک میتونه شه. همین جمع هر کدام اگر در طول سال 3 تا 4 تا کار کوچک توسعه بکنن، یعنی 500 قدم در حوزه‌های مختلف برداشته شد. گاهی اوقات ما کارآفرینایی داریم که تحصیلات آکادمیک ندارن و خیلی موفقن در کارشون و همیشه در رویکرد اجتماعی ما به اینها میگن کارآفرین‌های سنتی. متاسفانه این برداشت خیلی برداشت غلطی، اینا کاملا کارآفرین‌های علمی هستن، مدرک دانشگاهی ندارن. به خاطر اینکه در آخرین تقسیم بندی هایی که انجام شده تجربه چیز کوچیکی هست، یعنی چیز بزرگتری دارن. در مدل های جهانی میگن که شما 2 دسته دانش، یعنی یک عنصر کارآفرینی دانشه و در حوزه دانش شما دانش رو یا ساینتیفیک نالج دارید یا تاسیت نالج دارید. ساینتیفیک نالج مدرک دانشگاهی نیست، هر چیزی که از طریق چیزی به چیز دیگری قابل انتقال باشه، یعنی ویدیو، کلاس، همین جلسه ها، این تاسیت نالج میتونه مدرک دانشگاهی داشته باشه نداشته باشه، که معمولا مدرک دانشگاهی به زعم من به جز یک عنصرش که بخش شد بعداً میگم، بقیه‌اش در این حوزه ممکنه وقتگیر هم باشه واسه ما، یعنی چندان مفید هم واقعا نشه. به جز این عنصرش که خواستید بعد وقت بود میگم بهتون چیه که اهمیت مدرک دانشگاهی کجاست. ولی به لحاظ دانش افرادی که گاهی اوقات در یک دوره 6 ماهه، مثلا جناب آقای فیروزان میدونم ما یه استادی در حوزه نج داریم به اسم آقای دکتر ولفگانگ فرشل و خانم روبنر، اینا در 100 کشور تا تدریس کردن، یه دوره 3 روزه میذارن. ولی هر کس دوره 3 روزه اینا رو شرکت میکنه در راه اندازی مؤسسات انتشاراتی مدرن، مفیدتر از برای من مفیدتر از مدرک دکترای خودم بوده. یعنی من شاگرد اول دانشگاه، شاگرد ممتاز دوره خودم بودم، معدل 1980 بودم دکترای تخصصی، اما اون 3 روز برای من قابل مقایسه با کل دوره دکترام نبوده. ساینتیفیک نالجی که میشه از همین دوره همی‌ها به دست آورد، تو همین کلاس‌ها، آموزشگاه و جای دیگه یا ویدیوها. دسته دوم تاسیت نالجی که بهش میگیم دانش ضمنی. آقای نایت بهش میگه که دیسپرسد اینفورمیشن، یعنی مختص کسانی که باید قدم بزنن کف خیابون به دست بیارنش. یه جمله میگه در حوزه کسب و کار نوع دست کم گرفته شده و البته ارزشمندتر دانش همین تاسیت نالجه. یعنی ما فارغ التحصیل دکترا و فوق لیسانس ما خیلیشون صاحب کار نمیشن چون مدرک اینقدر کمکی نمیکنه به شما. 2 ریسک جسمی یا فیزیکیه، اینکه شما 20 ساعت بتونی کار کنی، بتونی 18 ساعت کار کنی، یا چقدر اصلا دووم بیاری عصبانیت ها رو تحمل کنی، چکای برگشتی، دعوای مشتریان، کلاهبرداری ها، رفتار بعد کارمندا، بردن کارمنده توسط جای دیگه. گاهی اوقات شما کم میاری، اینا دلایلی وجود داره، مثل کپ کردن ماشینی که میگفتن و قدیم بنزین نمیرسون به انژکتور، اون سوزنشو گشاد میکردن. همه کسب و کارهای سنتی ما نگران آبرو شدن و به هم دست به ایستگاه بزرگ نمیزنن. چک برگشتی تو بازار الان دیگه بی آبرویی نیست، 30 سال پیش بی آبرویی بود، فلانی چکش برگشته، همه طلبکارامو ریختن سر وقت. ما اعضایی که اینجا هستن 2 گروه میشن، استراتژی رو هم فرق داره. اون چیزی که رو من تاثیر گذاشت اینه که چجوری برند آهنبام وقتی خودش آهن تولید نمیکنه میتونه برندی باشه که بچه من تو حوزه کاسمتیک در دنبال کنه، در حوزه نساجی خاص دنبال کنه، اصلا خاص موسیقی کار کنه. این نامگذاری باید از کجا شروع میشد؟ این برندسازی از کجا باید شروع میشد که ای بچه من نخواست کار آهن کنه این اسم قابلیت کار کرد اونجا داشته باشه؟ مثل هیوندای عرض کردم قبلا، مثلا هیوندای هلس، هیوندای موتورز، هیوندای الیویتور، و در هر جایی میتونه کار کنه که لایه‌های مختلف برند کامل باشه. یعنی اول آمبرلا برند باشه، بعد از آمبرلا برند بیاد به سمت در واقع کمپانی برند یا کورپوریت برند، بعد کورپوریت برند بیاد به سمت پروداکت برند، بعد لاین برند، گروپ برند، درست چیده شده باشه. بنابراین هر کاری که امروز میکنیم به فکر این باشید که اینو باید جهانیش بکنیم، نه فقط به دلیل مالی ها. اصلا نگاه من به دلیل اقتصادی نیست. تو همین کانتکسی که آقای دکتر دارن میگن
ماندگاری ما. هیچ کدوم این استارتاپ های ما همشون الان در داخل خیلی خوبن، نمیدونم اسکیل ملی شدن، ولی چون پیوند با بیرون نخوردن دارن از دانش جهانی عقب میمونن و چون از دانش جهانی عقب میمانیم، بنابراین روزی که امکان رفتن باشه ما واقعا روستایی هستیم در اونجا. اگر تو کسب و کار خودتون از این ادبیات جهانی عقب بمونید، سرعت هم زیاده، خیلی سرعت هم زیاده. یکو بعد 6 ماه 1 سال میبینیم یه ادبیات دیگه ای رایج شده که ما حالا باید بریم این فاصله رو جبران. تمامی حرفایی که در کارآفرینی توی این کلاس ها، همایش ها، دانشگاه زده میشه در مورد 4 عنصر صحبت میشه. یا توسعه فردیه، حالا شما اسمشو بذارید حوزه روانشناسی، اسمشو بذارید حوزه هورمون شناسی، توی همون استروژن و پروژسترون و تستوسترون و آلدوسترون و کورتیزول، بذارید توسعه تغییرات سنی مثل یائسگی زنان، آنتروپوز مردان که کسب و کارهای شکست می‌خوره که معمولا بخاطر شرایط روزی که وجود میاد. بخش دوم موضوع بعد از توسعه فردی زمینه است. شما در حوزه اقتصاد صحبت میکنید، در مورد بورس صحبت کنید، در مورد رئیس جمهور صحبت میکنید، در مورد سیاست، یعنی در مورد اکونومی، پلیتیک، هر چیزی صحبت میکنید، حوزه زمینه هستش. دسته سوم خیلی مهمه که ساختیابی فرد زمینه هستش. یعنی من آدمی که اون توسعه فردی رو دادم تو چه زمینه‌ای میتونم دووم بیارم، خودم رو بشناسم، کجا میتونم کار کنم، زمین بازی من کجاست. این سخت‌ترین بخشه. نکته مهمی که هیچ کدوم از ما، هیچ 2 نفرمون این هم نمیتونیم زندگی کنیم. یعنی نسخه ما برای دیگری قابل استفاده نیست. کارآفرینی ذاتش اینه. و من تمام سعیم این بود که کاری بکنم تو همون ذهنیت کودکی و نوجوانی خودم که بگم نخیر، از کلمه، از فکر، از اندیشه میشه پول در آورد، میشه اقتصادی رو بنا کرد.